و در حیات شخصی هم همین خیلی واقعی غیر عادی روی داد که من یک شب در شب خوابم شیخ الرئیس رو در همان صورتی که در صورت علامه باباجان غفورов در مقاومه کتاب آنها ثبت شده است، یک شخصیتی قد بلندی ماش برنجی چشم سیاه و ابرو سیاه با رخساره های برجسته که با نگاه تیز و هوشمندش به سوی من می نگریست و طیلسان وی در بالای کتفای او پرتافته شده بود. من در خوابم با اون کس یک روبرو شدیم، با همدیگر نگاه کردیم و اون بزرگوار از نظر من غیب زد و این جرقه و این تاثیر به من یک مرا واجب ساخت که در آینده حیات خود را به ترجمه و ترجمه مخصوصا به ترجمه و جمع‌آوری اصطلاحات علمی این بزرگوار ببخشم و میتوانم گویم که امسال من امکان ندارم با سبب‌های مخصوص، ولی سال آینده یک فرهنگ عربی، تاجیکی و روسی فلسفی و منطقی را که در پایه آثار این بزرگوار تألیف کردم، من اون رو برای خوانندگان پیشکش می‌سازم و تا امروز من اکثر مطلق اثرهای ابن سینا را به زبانهای تاجیکی و مخصوصا زبان روسی ترجمه کردم که در بالا چنانه که اشاره کردم آخرین کارهای من این گیاهنامه کتاب النبات و جانورنامه کتاب الحیوان بود که به زبانهای تاجیکی و روسی برای خواننده گرامی تاجیک و خوانندگان و هواداران ابن سینا پیشکش کردم.